یه روز یه آقایی به شنوایی خانومش شک میکنه. بدون اینکه به خانومش بگه میره دکتر. حال حکایت رو به دکتر میگه و دکتر میگه یه روشی رو یاد میدم، اینو انجام بده و نتیجه رو بیا بهم بگو تا تصمیم بگیریم. یه بار تو 30 قدمی خانومت صداش کن، یه بار تو 10 قدمی خانوم رو صدا کن، یه بارم کنار گوشش صداش کن. هر جوابی داد بیا پیش من تا نتیجه این آزمون رو بهت بگم. میره خونه و از 30 قدمی میگه خانم من، میبینه جوابی نمیاد و خانومش نمیشنوه. میره تو 10 قدمیش میگه خانم من، باز صدایی نمیاد و جوابی نمیده. بعد میره دم گوش خانومش میگه خانم من، خانومش برمیگرده میگه برای 3مین بار میگم. بله، خیلی وقتا دنبال تقصیر تو دیگرانی. چرا؟ چون به آینه نگاه نکردی.